سلام، من هانیه هستم و خیلی خوش اومدین به این قسمت از پادکستم. قراره که توی این فصل کتاب عادتهای اتمی جیمز کلیر رو بررسی کنیم. هوشمند دهقان ترجمهش رو بر عهده داشته و انتشارات هرمز اون رو به چاپ رسونده. در اپیزود قبل که پیشنهاد میکنم حتما گوش بدین بهش، این سوال رو مطرح کردم که چرا عادتهای بد انقدر آسون تکرار میشن و عادتهای خوب انقدر دشوار شکل میگیرن که قرار شد توی این اپیزود راجبش توضیح بدم. نویسنده میگه شاید به نظر شما هم ایجاد عادتهای خوب حتی اگه خیلی تلاش کنی و خیلی انگیزه داشته باشی بیشتر از چند روز طول نکشه. عادتهایی مثل ورزش، مراقبه، یادداشت خاطره های روزمره، آشپزی یا هر کدوم از اینها تا چند روز اول انجام دادنشون آسونه اما بعدش به یک مصیبتی تبدیل میشه. اما اگه عادتی درون ما شکل بگیره، عادت ناخواسته که دوستش نداریم، انگار که برای همیشه قراره درون ذهن ما بمونه و ما اون رفتار رو تکرار کنیم. حتی ممکنه ترک عادتهای ناسالم مثل خوردن هلهوله، تماشای بیش از اندازه تلویزیون، گشت و گذار کردن در اینترنت و غیره ناممکن به نظر برسه. اما جیمز کلیر 2 دلیل برای دشوار بودن تغییر عادتها بیان میکنه. اولیش اینه که ما در انتخاب چیزی که باید تغییرش بدیم اشتباه میکنیم. خیلی جالبه. و دومیش اینه که به شیوه نادرستی سعی میکنیم عادتهامون رو تغییر بدیم. پس یعنی روشش رو بلد نیستیم. در این کتاب نویسنده هر 2 مشکل رو بررسی میکنه و من هم قراره که در اپیزودهایی که برای شما تولید میکنم در رابطه با این کتاب این 2 دلیل رو بررسی کنم و راجبشون بیشتر توضیح بدم. بریم سراغ اولین خطا که اشتباه کردن در انتخاب چیزیه که باید تغییرش بدیم. برای اینکه این موضوع رو بیشتر متوجه بشیم باید بگیم که تغییر میتونه در 3 سطح اتفاق بیفته که این سطوح مثل لایه‌های یه پیاز میتونیم در نظرشون بگیریم. اسم لایه اول رو میذاریم تغییر پیامدها. این سطح به تغییر نتایج رفتار ما مربوطه. یعنی چی؟ کم شدن وزن، مثلا انتشار یک کتاب، برنده شدن توی یک مسابقه، پاس کردن یک امتحان. در واقع هدفهایی که ما برای خودمون و زندگیمون تعیین میکنیم داخل این لایه و این سطح قرار میگیره. اما لایه دوم تغییر روند اسمش رو میذاریم. همونطور که در اپیزودهای قبل من براتون توضیح دادم و پیشنهاد میکنم که برید و اپیزودهای قبل رو گوش بدین و مجدداً بیاین و این ادامه این در واقع اپیزود رو گوش بدین. من گفتم که ما یک سیستم داریم، یک هدف و کامل توضیح دادم تفاوت سیستم با هدف رو. لایه دوم که تغییر رونده، این لایه به تغییر عادت و سیستممون مربوط میشه. یعنی ما باید یک روال جدیدی، یک مسیر جدیدی رو برای تغییراتی که میخوایم در واقع پیش بگیریم. مثلا یه روال جدیدی رو توی باشگاه ورزشی، توی مرتب کردن میز کارمون، نمیدونم غذا درست کردن، رسیدن به اون هدفی که میخوایم باید در نظر بگیریم. و اغلب عادت‌هایی که شکل میدیم به این سطح مربوطن. پس لایه اول تا اینجا یک مرور بکنیم. لایه اول تغییر پیامدها هستش. یعنی ما هدفهامون رو باید تغییر بدیم و مجدداً بررسی کنیم ببینیم چه هدفهایی رو برای خودمون قرار دادیم و اگر اشتباهه تغییرشون بدیم. لایه دوم یا همون سطح دوم تغییر رونده. ما سیستمی که قراره به اون هدف برسیم رو باید مورد بازنگری قرار بدیم و اگر جایش اشکال داره اون رو تغییر بدیم. و اما عمیق‌ترین لایه رو ما اسمش رو میذاریم تغییر هویت. این سطح داره به ما میگه که ما باید یک سری از باورهای خودمون رو تغییر بدیم. جهان بینیمون رو، خودپنداره و داوریمون رو درباره خودمون و دیگران باید تغییر بدیم.
در واقع بیشتر اون باورهایی که نسبت به خودمون، نسبت به دیگران داریم، اون قضاوت‌هایی که داریم، همه اینها به این لایه مربوط میشه. اگه بخوایم توی یک جمله خلاصه کنیم این نکاتی رو که گفتم، پیامد اون چیزی هستش که به دست میاریم، یعنی در واقع هدفمونه، روند به اون اقداماتی که انجام میدیم گفته میشه و هویت به باورهامون مربوطه. نکته مهم اینه که ما نمیگیم که یه سطح از اون یکی سطح بهتره، مثلا اینکه تغییر بدیم هدفمون رو بگیم بهتر از اینه که روندمون رو تغییر بدیم، نه به هیچ عنوان، بلکه اینها همه با هم میتونن تغییر پیدا کنن و تغییرشون میتونه مفید باشه برای ما. یه عده‌ای هستن که در واقع تغییر عادت‌هاشون رو بر پایه تغییر در واقع پیامدها بنا میکنن، یعنی میگن که هدفمون رو تغییر میدیم و ما بر اساس هدفی که تغییر دادیم عادت هامون رو میسازیم، که در واقع نویسنده میگه جایگزین این نوع تفکر و این نوع دیدگاه اینه که ما بیایم عادت هامون رو به صورت هویت بنیاد ساخته بشه، یعنی بنیادش تغییری که در عادت هامون ایجاد میکنیم بر اساس هویت ما باشه، یعنی ما بر اساس و بر تمرکز بر آن چیزی که میخواییم بشویم، آن فردی که میخواییم بشویم روی کردمون رو انتخاب میکنیم. اگه در یک جمله بخوام بگم، در عادتهای پیامد بنیاد تمرکز ما روی چیزی هستش که فرد میخواد بهش برسه، یک هدفی رو در نظر میگیره و میخواد بهش برسه. در عادتهای هویت بنیاد تمرکز بر کیستی یا هویتیه که فرد آرزوش رو داره، یعنی من هانیه دوست دارم به چه جور آدمی تبدیل بشم و تمرکزم رو میذارم روی این موضوع. یه مثال خیلی جالب هست داخل این کتاب که قطعا وقتی گوش بدین بهش خیلی براتون این مسئله واضح میشه. تصور کنین 2 نفر میخوان در برابر سیگار کشیدن مقاومت کنن. وقتی بهشون سیگار تعارف میشه، هر 2 نفر پاسخهای متفاوتی میدن که با همدیگه بررسی کنیم ببینیم چه تفاوتی بین این پاسخها هست. مثلا اولی که بهش سیگار تعارف میشه میگه نه ممنونم، دارم ترکش میکنم. پاسخش معقول به نظر میرسه و فکر میکنیم که خب خیلی پاسخ خوبیه در واقع. اما با گفتن این جمله چه تصوری داره در ذهن فرد مقابل ایجاد میکنه؟ فرد مقابل میگه که خب این آدم سیگاری هست اما سعی میکنه به یک آدم دیگری که سیگار نمیکشه تبدیل بشه. بر اساس جوابی که خود اون آدم داده فردی که سیگار رو تعارف میکنه این رو تصور میکنه. اما وقتی به دومی سیگار رو تعارف میکنن و میخواد سیگار رو رد بکنه میگه نه ممنونم، من سیگاری نیستم. این پاسخ فقط یکم متفاوته از پاسخ فرد اول، اما این جمله یه تغییری در هویت رو داره نشون میده. یعنی میگه سیگار کشیدن بخشی از زندگی سابقش بوده و الان سیگاری نیست و دیگه هویت خودش رو با یه آدم سیگاری یکسان نمیدونه. این مثال یه مثال خیلی خوب بود برای اینکه ما بدونیم چقدر تغییر هویت و تغییر هویت بنیاد میتونه به ما کمک بکنه. خیلی از آدما وقتی که شروع میکنن به اصلاح شدن حتی تغییر هویت رو اصلا مد نظرشون قرار نمیدن. مثلا فردی که میخواد لاغر بشه میگه قصد دارم لاغر بشم، یعنی پیامدش رو داره میگه قصد دارم لاغر بشم. لاغر شدن یک هدفه و در ادامه میگه اگه به این رژیم غذایی سفت و سخت بچسبم لاغر بشم، یعنی روندشو داره میگه. پس میاد پیامد رو میگه، مسیرش هم میگه، اما هویتش رو نمیگه که میخواد به چه جور آدمی تبدیل بشه. نکته مهم و ایراد مهم چیه؟ اینجور افراد میان در واقع روند رسیدن به هدف رو مشخص میکنن، هدف رو مشخص میکنن، یعنی نتیجه و روند رو مشخص میکنن، اما نمیدونن که چه باورهایی رو باید درون ذهن خودشون پرورش بدن که اون روند رو بتونن سریع‌تر طی کنن.
انگار که هیچ وقت اون آدم جدیدی که میخوان بهش تبدیل بشن رو باور ندارن. مثلا شاید دیده باشین یه آدمی حتی اعتماد به نفسش خوب شده ولی همچنان میگه که من که اعتماد به نفس ندارم، یا اصلا آدم تنبلی نیست، در گذشته آدم تنبلی بوده اما همچنان میگه که خب اتاقم کثیف شد چون من آدم تنبلی هستم، پس باورش رو تغییر نداده. یه مثال جالب اینه که ممکنه ما دوست داشته باشیم بیشتر پول در بیاریم، اما اگه هویت یه آدم مصرف کننده باشه و بیشتر پولمون رو خرج کنیم و آدم فرصت آفرینی نباشه هویت ما، باز هم هر چقدر که بخوایم تلاش کنیم اون پولی که میخوایم پس انداز کنیم رو خرج میکنیم. مثال دیگه‌اش اینه که ممکنه ما دلمون بخواد یه بدن سالمتری داشته باشیم. اگه مثل قبل راحت طلبی رو ترجیح بدیم به تلاش کردن، دائم به سمت استراحت کردن سوق داده میشیم و ورزش نمی کنیم. در واقع تا زمانی که ما باورهایی که مرتبط بوده به عادتهای قبلیمون رو تغییر ندیم، ایجاد عادتهای جدید و تغییر عادتها برامون خیلی دشوار میشه، چون ما یه برنامه و هدف تازه داریم اما اون شخصیتمون، هویتمون رو تغییر ندادیم. در واقع نویسنده معتقده که بین آدم‌هایی که میگن من از اون مدل آدماییم که دوست دارم اینجوری بشم، با آدم‌هایی که میگن من مدل آدم‌هایی که دلم میخواد بشم شدم و هستم، تفاوت زیادی وجود داره. و اصلاحات رفتاری تا زمانی که جزئی از کیستی ما نشده فقط یه اصلاح موقته. یه چند تا مثال بزنیم. ببینید، هدف این نیست که ما کتاب بخونیم، هدف اینه که ما کتاب خوان بشیم. هدف این نیستش که توی یک ماراتونی شرکت کنیم، هدف اینه که ما یک دونده بشیم، یعنی جزئی از لایف استایل ما بشه. هدف این نیستش که ما فقط یه ساز رو یاد بگیریم و تموم بشه، هدف اینه که ما نوازنده بشیم. خیلی جالبه، تحقیقات نشون داده آدمایی که هویت خودشون رو به یک شکل خاصی باور دارن بر اساس همون رفتار میکنن. مثلا آدمی که خودش رو ورزشکار میدونه بیشتر احتمالش هستش که ورزش بکنه. آدمی که خودش رو کتاب خون میدونه بیشتر احتمال این که کتاب بخونه وجود داره. در واقع این باورهای ما یه شمشیر دولبه است. اگر که ما هویت خوبی برای خودمون تعریف کنیم باعث میشه عادت سازی های خیلی خوبی رو داشته باشیم، اما اگر هویتمون هویت منفی باشه درون ذهنمون باعث میشه عادت‌های منفیمون رو دائم تکرار کنیم. مثلا یه آدم میگه من با آدرس‌ها مشکل دارم، من صبح کارایی ندارم، من اسم آدم‌ها رو نمیتونم خوب حفظ کنم، من همیشه تأخیر دارم، من از تکنولوژی سر در نمیارم، یا ریاضی من فاجعه است و انواع مثالای دیگه. وقتی ما چند سال با یک همچین باورایی زندگی میکنیم خیلی خیلی آسون ممکنه توی دام این قضیه بیفتیم که این باورهای ما حقیقته و ما واقعا این مشکلات رو داریم و به مرور زمان در مقابل انجام برخی از کارها مقاومت میکنیم. یعنی اگر که بگیم من اهل ورزش نیستم یا من ورزش کردن برام سخته، به مرور زمان واقعا ورزش کردن براتون سخت میشه. خیلی ممنونم که تا اینجا به صحبتهای من گوش دادین. خوشحال میشم اگر که صحبتامو دوست داشتین دکمه سابسکرایب رو بزنین، عضو صفحه‌ام بشین و این ویدیو رو برای هر کسی که فکر میکنین مفیده ارسال کنین و شیرش کنین. من در اپیزودهای بعدی همچنان کتاب عادتهای اتمی رو بررسی میکنم، نکات مهمش رو به شما میگم و بعد از اینکه کتاب عادتهای اتمی تموم شد سراغ کتابهای دیگه، مقالات دیگه میریم و در کنار هم دیگه رشد میکنیم. ممنونم و موفق باشین.